با سلام دوستان، سعید هستم. با آموزش ساخت تستر خازن، تستری که ظرفیت خازن رو میسنجه و ثابت زمانی رو میسنجه. ارزم به حضورتون که در قسمت های قبلی ویدیویی که حالا براتون لینکش رو پایین براتون میذارم، تو قسمت قبلی ما تعریف ثابت زمانی رو داشتیم و قطعاتی که میخوایم استفاده بکنیم در مدار و دیگه من مدار رو بستم. حالا یه توضیح روی مدار میدیم و بعد از اون میریم برای تنظیمات کد ویزات تو برنامه. اول از همه خب آیسیمون رو که اینجا گذاشتیم از LCD شروع میکنیم. LCD رو طبق نقشه همین سیم های 3 تا پین اول که پین اولمون به منفی متصل کردیم، پین دوممون هم که به مثبت، پین سوم RS RW و اینیبلمون رو به میکرو به پورت دی متصل کردیم و این الان RS مونه، اینیبل مونه، این RW مونه و این هم RS مونه. بعد از اون D4 D5 D6 و D7 سیم های LCD مونه. این خازن تغذیه هستش که بین پایه های مثبت و منفی تغذیه است و این قسمت سیمیه که پایه ریست هستش که اینجا اگه ملاحظه کنید یک مقاومت 10 کیلو به 5 ولت و یه دونه هم خازن 100 نانو هم به زمین متصل شده. این هم سیم های پروگرامره که ریست و استیکا میسو و موسی هستن که برای پروگرامرمون هست. این هم پروگرامر استیکی 500 و پتانسیومتر هم که سر وسطش به پایه سوم LCD متصل هستش. یه پایه هم مثبت، یه پایه هم منفی و بعد از اون به کیپدمون میرسیم. این کیپدمون هست که به پایه پورت C متصل کردیم. من پورت C پین C0 تا C7 و این هم مثبت هستش، یعنی AVCC مون هست، به مثبت اتصال دادیم. زمین مدار و رفرنس ADC مون هم به 5 ولت متصل کردیم و اینجا هم ADC مون هستش که من اینجا از ADC یکمون استفاده کردم که میخوره به بین مقاومت و پایه مثبت خازنمون که میخوایم اندازه گیری بکنیم که اینجا ولتاژ برای ما میخونه. این قسمت هم به زمین متصل میشه. این پین هم این پین به زمین متصل میشه. این پین به پین پورت B0 متصل میشه، یعنی از طریق این سیم این مقاومت خازن شارژ میشه با 5 ولتی که از پین میکرو میاد. و نکته دیگه ای که میمونه برای اتصال سیم های کیپد هم ملاحظه کنید این سمت ردیف هامون هستن، ردیف اول، ردیف دوم، ردیف سوم و ردیف چهارم که مشخصه از سیم سبز به ترتیب سبز، زرد، نارنجی و قرمز. یعنی این 4 تای اول پورت سیمون رو ببینید، پین C0 تا پین C3 ردیف هامون هستن و برای ستون هامون همین سیم قهوه‌ای و مشکی و سفید و آبی هستن که اینجا این 4 تا برای پین های C4 تا C7 مون به ترتیب وصل میشن که توی برنامه هم ردیف ها و ستون ها رو توضیح میدم که چجوری
ورودی خروجیاش رو انجام بدیم. میریم برای تنظیمات و کد ویزارد و سابسکرایب کنید، منو حمایت کنید و کامنت ها سوالاتون هم در سعی وقت جواب میدم. برای تنظیمات کد ویزاردمون برای تست خازن فایل به پروژکت میریم، PS رو انتخاب میکنیم، تا اینجا اوکی رو میزنیم و صبر میکنیم تا پنجره کد ویزارد ما باز بشه. خب در ابتدا در همین آیتم چیپمون ATmega32A رو انتخاب میکنیم و این کشو و اینجا هم کریستال داخلیمون رو 8 مگاهرتز انتخاب میکنیم و میریم به سراغ پورت ها. در پورت هامون پورت B0 ما همونطور که توی نقشه داشتیم، پورت B0 ما باید خروجی باشه که خازن رو میخوایم شارژ بکنیم، پورت B0 مون خروجی میشه. و در پورت C مون کاملا به کیپد اتصال داشت، از پورت C0 تا C3 بعد این پورت همون اوتپوت باشن، یعنی پورت 0 1 2 3 رو ما اوتپوت میزنیم و بقیه رو 4 5 6 و 7 رو باید ورودی پولاب دار انتخاب بکنیم. و پورت D هم که برای LCD بود، پورت A هم که فقط از یه پینش برای ADC انتخاب میکنیم. و برای تایمرمون که قرار شد که ثانیه رو 1 میلی ثانیه رو باید اینجا ما بسازیم و 1 میلی ثانیه رو اینجا من اگه عدد یکی از ساده ترین راهاش اینه که شما روی تایمر 1 باشید و در اینجا 1 رو اگه بزنید اپلای بکنید، اینجا 1 میلی ثانیه رو میسازه. اینجا به میگه که تایمر اوورفلو اینتراپتش رو باید فعال بکنی که میگه اوکی و تایمر اوورفلو هم اینجا فعال میشه و اینجا زمان 1 میلی ثانیه رو میسازه. حالا یکی از راهایی که حالا میخواید تایم 1 ثانیه رو بسازید، همین قبل از این ممیز اگه 1000 رو وارد کنیم اپلای بزنیم، زمان 1 ثانیه میشه و اینجا هم هیچ اروری نداره و این 1 ثانیه دقیقه. پس ما حالا برای 1 میلی ثانیه رو نیاز داریم در برنامه. این هم تنظیم تایمرمون و میرسیم به LCD مون. LCD مون روی پورت D هست، اینجا این تیکه اینیبل رو میزنیم. این LCD مون 2x4x20 هستش، 4x20 هستش و همه اینها روی پورت D خواهد بود. ما اینا رو پورت D تغییر میدیم هر هفته بیتمون رو و 0 1 2 3 4 5 و 6. این هم تنظیمات LCD و در آخر آنالوگ تو دیجیتال کانورتر رو هم که همون ADC هستش که میخوایم ظرفیت خازن رو بخونیم، تیک رو میزنیم. اگه این دوتا تیک نخورن همون 10 بیت هستش، ADC مون 10 بیتی حساب میشه و پینمون هم AVCC مون هم رفرنسمون قرار شد که 5 ولت باشه، پس پین AVCC IC باید به مثبت 5 ولت وصل بشه و این رو حالا معمولا روی فرکانس کاری رو روی 250,000 کیلوهرتز میذاریم و دیگه اینجا تنظیمات دیگه
نمی و ورودی خروجی رو همه رو انجام دادیم. میریم روی پروگرام جنریت سیو اند اکزیت رو میزنیم. حالا در روی دسکتاپ هم من یک نیو فولدر ایجاد میکنم. نیو فولدرمون تست کپ رو می نویسم و کپی میکنم داخل همین فولدر پیست میکنم. 3 بار این کار رو باید انجام بدید بدون اینکه اون نام فولدر رو عوض بکنید، نام همون تستر کپ رو تغییر بدید. باید سیو بشه. این 3 بار انجام میشه و پروژه اینجا ساخته میشه و جنریت میشه. این پیکربندی برنامه‌مون اینتراپت تایمرمون هستش. این تابع رید ABC مون هست و تابع مینمون هست و این هم وایل اصلی برنامه.